الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من حكم بين الناس بحكم رب العالمين وعلى إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه پنجم از کشف شبهات اهل بدعت در مسئله حکم نمودن به غیر حکم الله، الحکم بغیر ما انزل الله است. تا امروز به شما معلوم گشت عقیده خوارج و مرجعه و عقیده اهل سنت و الجماعت مجملا و مسائلی که تعلق به حکم دارد و حاکمیت دارد. بارک الله فیکم. امروز می خواهم برای شما بیان بکنم که حکم نمودن به حکم الله و رسول این توحید است و ترک نمودن حکم الله و رسول و حکم نمودن به غیر حکم الله و رسول این شرک است. برای همین بسیاری از علمای اهل سنت نامگذاری کرده اند با این نمود که توحید الحکم، توحید حکم یا که توحید در حکم، یا که به عباره دیگر گفتن توحید الحاکمیه، توحید حاکمیت، که شکننده این توحید حکم یا که توحید حاکمیت، شکننده این نمود توحید شرک الحاکمیه هست یا که شرک در حکم است. یعنی شرک نمودن در حکم یا که شرک نمودن در حاکمیت، یعنی حکم غیر الله و رسولش را اقرار کردن یا که اراده کردن یا که برای به وجود آمدنش کوشش کردن، برای تحقیقش حرکت کردن، لشکرش شدن، یا حکم نمودن به حکم غیر الله، این شکننده توحید حکم است. توحید حکم این است که یگانه به حکم الله و رسول باید حکم کرده شود. و یکی از نمودهای شرک را هم شرک الحاکمیه گفتند. پس توحید الحکم و توحید الحاکمیه چی معنی دارد؟ توحید الحکم یا توحید الحاکمیه معنیش این است که من و شما وظیفه دار هستیم، به من و شما فرض عین است که به حکم الله و رسول حکم بکنیم در همه مناقشه های ما، خاص یا عام. مناقشه که دو نفر در بینش میکند باید به حکم الله و رسول حکم کرده شد و مراجعت هم به حکم الله و رسول بکند. ما به قانون الله و رسول حکم بکنیم، خواه در حالتهای انفرادی یا جمعی یا که در حالت حکومت داری، در همه حالت. این را توحید حکم میگن، یعنی توحید یگانه به حکم الله و رسولش حکم کردن و قانونگذاری کردن و سیستم و نظام را ترتیب دادن. شرک در حکم همین است که یک کسی بیاید به غیر حکم الله و رسول حکم بکند، بین دو نفر به غیر حکم الله و رسول حکم بکند، سود بکند و اینها را حل و فصل بکند، یا که عموی به غیر حکم الله و رسول نظام سازد، دستور سازد، قانون براری بکند، حکم بکند، محکمه های سازد و مردم را با همون نظام اداره بکند. این شرک در حکم است. توحیدش نابود شد. توحید الحاکمیه یعنی توحید در حکومت، توحید در حکم، یعنی به حکم الله رسولش یگانه به حکم الله رسولش حکم کردن. این توحید را توحید حکم میگوییم، علما میگن، و این توحید را توحید شرع، توحید دین و توحید امر میگن. این متعلق به حکم الله است، به شریعت الله است، به دین الله است. و این نمود توحید، توحید الحاکمیه، متعلق به هدی و منهج و راه روش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. اما بدانید که این نمود توحید، توحید الحاکمیه، حقیقتا این یک توحیدی در حقیقت وقتی که نظر میکنیم یک توحید مستقل نیست. توحید حاکمیت این توحید چهارم یا پنجم گفته نمی شود. حقیقت این نمود توحید، توحید حاکمیت، این است که
توحید حاکمیت در درون این توحید ربوبیت و الوهیت و اسما و صفات است. یعنی توحید الحاکمیه یک توحید مستقل از این سه توحید جدا نه، بلکه این توحید الحاکمیه، توحید الحکم، این در داخل توحید ربوبیت و الوهیت و اسما و صفات است. اما بعضی از علما همین توحید حاکمیه و توحید حکم را در این عصر از درون ربوبیت، الوهیت و اسما و صفات گرفته علاهیده ذکر میکنند، همچون یک چهارم نمود توحید، نه مستقل، نه اینکه این توحید مثل توحید ربوبیت است، مثل توحید الوهیت، یعنی بزرگیش مثل اونها است. نه، از نظر حکم بله همه اش یک است. شرک کردن در ربوبیت و شرک کردن در حکم هر دوش انسان را مشرک و کافر میکند. شرک کردن در الوهیت و شرک کردن در حکم انسان را مشرک و کافر میکند. هر دوش از نظر حکم یک است، اما از نظر همچون مستقل بودن مثل توحید ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات، این چنین مستقل ما توحید حاکمیت هم عین توحید ربوبیت نمیگیم، بلکه از درون توحید ربوبیت گرفته شده است. اما علما در این عصر جدا کردند و ذکر کردند به یک چند سبب. یکمین سببش این است که گفتند توحید حکم یا توحید حاکمیت این داخل می شود به درون توحید ربوبیت، یعنی توحید حاکمیت از توحید ربوبیت است و این چنین داخل می شود به توحید الوهیت و این چنین داخل می شود به توحید اسما و صفات. توحید حکم به مانند دیگر نمود توحیدها عادی نیست، به مانند توحید دعا، یعنی یگانه الله را دعا کردن، توحید دعا. توحید دعا فقط داخل می شود به درون توحید الوهیت. توحید دعا فقط از توحید الوهیت است. از درون توحید الوهیت توحید دعا را جدا کرده علما ذکر کردن. یا توحید خوف، توحید ترس، یعنی تنها از الله ترسیدن، از غیر الله نترسیدن. از غیر الله ترسیدن این شرک است. پس این نمود توحید هم توحید الوهیت است، از درون توحید الوهیت است. یا توحید خالقیت، توحید الخالقیه، این نمود توحید از درون توحید ربوبیت است، فقط از ربوبیت، از الوهیت نه، فقط از ربوبیت است. توحید دعا، توحید خوف، توحید الرجا، توحید توکل، این همه نمود توحیدها فقط از درون توحید الوهیت است. توحید خالقیت این فقط از درون توحید ربوبیت است. اما توحید حکم، وقتی که نظر به توحید حکم میکنیم میبینیم که توحید حکم یا توحید حاکمیت هم از درون توحید ربوبیت است، هم از درون توحید الوهیت است و هم از درون توحید اسماء و صفات است. توحید حکم هم متعلق به توحید ربوبیت دارد، هم از توحید ربوبیت حساب کرده میشد، هم از توحید الوهیت و هم از توحید اسماء و صفات. سبحان الله، ببینید توحید بزرگ است. به همه نمودهای توحید، به همه نمودهای توحید سیگانه، توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسماء و صفات، توحید حاکمیت داخل میشد. بیاید نظر میکنیم چگونه به توحید اسماء و صفات توحید الحاکمیت داخل میشد. یعنی توحید حاکمیت چرا از توحید اسماء و صفات گفته میشد؟ برای آن که یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی این حکم است و دیگر نام الله حکیم است و یکی از نامهای الله حاکم است. این حکم از صفت الله سبحانه و تعالی است. حکم نمودن از صفت الله سبحانه و تعالی است. هر کسی که حکم را به غیر حکم الله انجام میدهد و خودش را حاکم میگیرد، گویا که صفت الله را به خودش گرفته است و این مشرک در اسما و صفات شد. توحید حاکمیت به واسطه توحید حاکمیت توحید در اسما و صفات به وجود میاد و به واسطه شرک در حکم شرک در اسما و صفات به وجود میاد. هر کسی که به حکم غیر الله حکم کرد و اراده حکم الله را میکند، پس مشرک در اسما و صفات الله سبحانه و تعالی میشد، در توحید اسما و صفات مشرک میشد. حالا بیایید بنگریم که توحید حاکمیت چگونه داخل میشود به توحید ربوبیت. برای آن که حکم
الحکم این ساختن دین است. حکم برآوردن این ساختن دین است. ساختن دین، به وجود آوردن دین، به وجود آوردن شریعت، حلال و حرام کردن، امر و نهی و این قاعده ها رو به وجود آوردن، این همه از فعل های الله سبحانه و تعالی، از فعل های ربوبیتی الله سبحانه و تعالی است و از خصوصیت صفت های الله است. حکم از خصوصیت های صفت الله است. قانون برآوردن، حلال و حرام کردن، امر کردن، نهی کردن، اجازت دادن یا ندادن، این همه از فعل های ربوبیتی الله سبحانه و تعالی است، از خصوصیت الله سبحانه و تعالی است. در سوره اعراف آیه 53 الله سبحانه و تعالی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا له الخلق والامر. آگاه باشید، خلق نمودن و امر نمودن و یک چیز جایز و ناجایز گفتن، این از آن الله است و هیچ کسی دیگر این را نمیتواند. این از ربوبیت الله است. و الله سبحانه و تعالی حاکم را، قانون برار را، قانون ساز را، مشرع را و حلال کننده و حرام کننده را رب گفت، رب و اله اعلام کرد. چگونه که در سوره توبه آیه 31 آمده است اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یهود و نصارا علمای خود و عباد و عبادت کننده های زاهدان خود را ارباب خود بجز الله گرفتند، به خودشان رب گرفتند، اله گرفتند. پس این دلالت میکند که قانون برآوردن، حلال و حرام گفتن، جایز و ناجایز گفتن، امر کردن و نهی کردن، این همه از آن الله سبحانه و تعالی، از خصوصیت الله سبحانه و تعالی، از ربوبیت الله سبحانه و تعالی است. و هر کسی می آید و قانون می برآورد، جایز و ناجایز میگوید و مطلقاً یک حکومت را به غیر حکم الله حکم میکند و این جایز دانسته میکند. اگر جایز نداند چرا میکند؟ حرام دانسته میکند یا دانسته غیر حرام دانسته میکند، فرق ندارد. عملا اجرا کردم این عمل را میکند، پس این در ربوبیت مشرک میشود، توحید ربوبیتش میشکند، در ربوبیت الله سبحانه و تعالی مشرک میشود، توحید ربوبیتش نابود میشود. و به این سوره آل عمران آیه 64 هم دلالت میکند و سوره شورا آیه 21 هم دلالت میکند. در سوره آل عمران آیه 64 الله میگوید ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. یکی دیگرمون را، بعضی دیگرمون، یعنی بعضی از ما بعضی دیگری را ارباب بجز الله نگیرد، رب بجز الله نگیرد، قانون برار و قانون ساز و حلال کننده بعضیمون را نگیریم. برای که قانون برار، قانون ساز، کنستیتوسیه ساز، سرقانون ساز و غیره، این همه اش الله هست سبحانه و تعالی. در سوره شورا آیه 21 میگه ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. آیا اونها شرکای دارند، شریکای دارند که برای اونها قانون برآوردن، شرعوا لهم، قانون ساختند از دین، یک دین ساختند، قانون ساختند، کنستیتوسی ساختند که الله سبحانه و تعالی به این اجازه داده نبود. یعنی آیا یگان کسی هست که قانون بجز الله سبحانه و تعالی میسازد و به این اجازه دارد؟ هیچ کسی نیست در این دنیا، هیچ کسی نیست که قانون برآورد و از جانب الله اجازه داشته باشد. هیچ کسی نیست. بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وفاتشان تمام است. دین کامل شد، شریعت کامل شد، قانون حلال و حرام کامل شد و چی جایز است و چی جایز نیست همه اش بیان گشت و هیچ کسی نمیتواند که دیگر قانونی برآورد و دیگر حکم بکند و دیگر بازگشته حلال الله کرده را حرام و حرام را حلال بکند. و هر کسی که این عملها را میکند این مشرک شده است در ربوبیت، توحید ربوبیت را ترک کرده است، توحید ربوبیت شکسته است، به نواقض توحید ربوبیت واقع شده است و مشرک در ربوبیت شده است. پس ببینید از این جهت به توحید ربوبیت توحید الحکم داخل می شود. بیاید نظر میکنیم به داخل شدن توحید الحکم یا توحید الحاکمیه به توحید الوهیه. یعنی توحید الحاکمیه چگونه از توحید الوهیت است یا چگونه به توحید الوهیت داخل می شود. علما میگن برای این که تحاکم، مراجعت کردن
به حکم ها و به محکمه ها، یعنی مراجعت نمودن به محکمه امر الله سبحانه و تعالی، مراجعت نمودن و پیشنهاد کردن و شکایت بردن به شریعت الله، به حکم الله، به سودهای الله و رسولش قرار داده، این عبادت است. الله دوست می دارد و الله به این امر میکند و این به هر یک من شما فرض عین است، واجب است که الله سبحانه و تعالی را یگانه به حکمش بشناسیم و در حالتهای مشکلی و در حالتهایی که مشاکل و بعضی از تنازعات و جنگ و جدالها، نافهمی ها بین مردم می شود، باید رویم به سود الله و رسولش، باید رویم همین مشکل ها را به محکمه های الله و رسولش وارد شویم و حل بکنیم، به حکم الله و رسول حل کردن مشاکل. این را میگن تحاکم الی الله. این را الله دوست می‌دارد و این را الله امر میکند. این فرض عین است. هر کسی که در حالتهای مشکلی به وجود آمدنش این مشکلی را مراجعت میکند به غیر حکم الله و رسولش، البته به شرک واقع میشد، مشرک میشد. و الله امر کرده است که به حکم ها یا که مراجعت نکنیم به حکم های غیر الله، مراجعت کردن به محکمه های غیر الله و رسول را الله حرام کرده است و این را طاغوت نامیده است. یعنی هر کسی که به حکم غیر الله حکم کند این طاغوت است. هر کسی که مراجعت به محکمه غیر الله، به سودهای غیر الله و رسولش میکرد، این مراجعت به سودهای طاغوت کرده است و الله امر کرد که ما کفر ورزیم، هم به طاغوت، هم به حکم طاغوت و هم به محکمه های طاغوت. پس از همین جهت میبینیم که وقتی که الله سبحانه و تعالی مراجعت کردن به محکمه ها را دوست دارد و این را عبادت بکند و حکم کردن را به حکم خودش اعلان کرده باشد و حکم کردن را عبادت دانسته باشد، هر کسی بیاید به حکم غیر الله حکم بکند و مردم را به حکم غیر الله، به محکمه های غیر الله وادار سازد، این مشرک در الوهیت شده است، مشرک در عبادت حکم. دلیل بر این چیست؟ الله سبحانه و تعالی حکم را عبادت نامیده است و گفته است حکم از آن الله سبحانه و تعالی است، یگانه از آن الله سبحانه و تعالی است و هیچ کسی در حکم نباید به الله شریک قرار بدهد. و الله سبحانه و تعالی تکفیر کرده است هر کسی که مراجعت به حکمهای غیر الله رسول میکند. مرحمت نظر بکنید به سوره یوسف آیت 40. الله سبحانه و تعالی میگه این الحکم الا لله، حکم همه اش از آن الله است، همه حکم از آن الله است. امر الا تعبدوا الا ایاه، و الله امر میکند و امر کرد که عبادت نکنید بجز الله را مطلقا، هم در رکوع و هم در سجده و هم در حکم. از همین جهت دعا کردن عبادت است، سجده کردن عبادت است، روزه و زکات هم عبادت است و حکم کردن به حکم الله عبادت است. مراجعت کردن به محکمه های الله و رسولش این عبادت است. و این چنین دعا کردن غیر الله شرک است، سجده کردن به غیر الله و رسولش شرک است، طواف کردن در غیر کعبه در دیگر منطقه شرک است، ذبح کردن به غیر الله شرک است، توکل کردن به غیر الله شرک است و این چنین حکم نمودن به غیر حکم الله شرک است. هیچ فرقی ندارد. حکم، شرک در حکم و شرک در توکل، شرک در عبادت، شرک در دعا، همه اش یک رنگ است، همه اش شرک است، شرک اکبر است. هیچ کسی حق ندارد که این نمود شرک را از این نمودش فرق گذارد، یکش را کم و یکش را زیاد بگوید. و این سخن علمای اهل سنت و الجماعت است. نگرید به کتاب الحکم بحکم الله او حکم بغیر ما انزل الله، حکم بغیر ما انزل الله، شیخ عبدالرحمن ابن محمود یا که خالد ابن المرض الغامدی یا که شرک الحکم بگویم خالد المرض الغامدی یا که کتاب الحکم بغیر ما انزل الله
محمد امین شنقیطی حکم الدموقراطیه مقبل الوادعی، یا که سبحان الله حکم التحكيم بالقوانين شيخ محمد بن إبراهيم أستاذ ابن باز رحمه الله، یا که حکم غیر ما انزل الله حمود ابن اقل الشعیبی یکی از علمای علامه اهل سنت و الجماعت، یا که کتاب شیخ ابن باز رحمه الله در مسئله حکم کردن به قانونهای جاهلی، قانونهای قومی، در همه اش ذکر شده است که حکم عبادت است، خیلی که دعا و رکوع و سجده و نماز عبادت است. و شرک کردن در حکم به غیر حکم الله و رسول حکم کردن، این شرک اکبر است، خیلی که عبادت کردن الله، عبادت کردن غیر الله، عبادت کردن قبر و مزار و غیره شرک است. این چنین حکم کردن به غیر حکم الله هم شرک است. هیچ کسی حق ندارد که در حکم با الله دیگر حکمی را همراه کند، در حکم الله دیگر کسی را با الله برابر کند، حکم الله را ترک کند، حلال و حرام الله، قانونهای الله، سیستم و نظام الله را ترک کند و به جایش نظام و سیستم دیگری بیارد. هیچ کس حقی ندارد و هر کسی که این کار را کرد مشرک است. هر کسی که همین را طلب کرد مشرک است، اراده کرد، حرکت کرد، برای تحقیقش کوشش کرد، مشرک است و کافر است و مرتد است اگر پیش از این مسلمان باشد. الله سبحانه و تعالی مراجعت کننده به محکمه های سودهای غیر الله و رسول را تکفیر کرد، چی برسد به حاکم. ابن کثیر رحمه الله در زیر این آیت سوره بگویم نساء آیت 60 میگویند الله کافر شمارید، مرتد شمارید هر کسی که مراجعت کرد برای حل و فصل مشاکلش به سودها، به محکمه های غیر شرعی. چی برسد به حاکم؟ حاکم باز حکمش واضحتر و سختتر است. اگر مراجعت کردن به حکم های غیر الله و رسول این چنین انسان کافر باشد، حاکم من باب اولا کافرتر است و سختتر است، هر کسی که حکم غیر حکم الله میکند. پس این سوره یوسف واتی چلون بود. الله امر میکند که حکم به غیر حکم الله کرده نشد. حکم از آن الله است و در حکم الله هیچ کسی را عبادت نکنید. یگانه ایوحدو، الله را یگانه بشمارید در حکم کردن، موحد در حکم باشید. و در سوره کهف آیه 26 آمده است که الله سبحانه و تعالی میگه ولا یشرک فی حکمه احد. سبحان الله، همین آیت یک تا همین آیت خودش کافی بود که الله میگه در حکم الله سبحانه و تعالی هیچ کسی را و هیچ چیزی را، یگان نفری را شریک قرار ندهید. یعنی در حکم الله و رسولش حکم دیگری را برابر نکنید، به حکم الله و رسول حکم دیگری را شریک قرار ندهید. حکم یگانه از آن الله است. الله آشکار گفته است ولا یشرک فی حکمه احد، در حکم الله یگان نفری را شریک قرار ندهید، به حکم غیر الله حکم نکنید. ای کسانی که اراده حکم غیر الله دارید، برای تطبیق حکم غیر الله جان میدهید، خود را مبارز میگویید، خود را گویا مجاهد میگویید، در این راه مردن را شهید میدانید، بفهمید که شما مشرک هستید. در این راه مردن این مشرک مردن است، در راه طاغوت و شیطان مردن است. شما مبارز نیستید، شما مبارز در راه الله نیستید، شما لشکران شیطانید، شما لشکران شرکید، لشکران طاغوتید، شما مبارزانی تطبیق حکم غیر الله هستید، مبارزانی لشکران شیطانید. این خودی گفته الله هست که هر کسی که به حکم غیر الله حکم کند در اینجا دیده است که مشرک شده است. و الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 60 میگوید ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. سبحان الله، الله سبحانه و تعالی میگوید آیا ندیدی همون کسانی را که دعوا میکنند، ادعا میکنند که ما ایمان آوردیم،
یعنی هستند کسانی که دعوا میکنند که ما از جمله مؤمنین هستیم، موحدین هستیم، ما موحد هستیم، ما مؤمن هستیم، ما مسلمان هستیم، گفته دعوا میکنند. دعوا میکنند و میگویند که ما موحد هستیم، ما ایمان به آنچی که الله نازل کرد ایمان آوردیم، یعنی ما ایمان به قرآن داریم، ایمان به محمد صلی الله علیه وسلم داریم، ایمان به قرآنی که به محمد صلی الله علیه وسلم نازل شد داریم. و پیش از این کتاب، پیش از کتاب قرآن بوده دیگر کتاب ها را هم قبول میکنیم، ایمان داریم. اما بعد از این که خودشون را مؤمن و موحد و مسلمان اعلان میکنند، یریدون ان یتحکموا الی الطاغوت، اراده میکنند، میخواهند که تحاکم به سوی طاغوت ها بکنند. معنای این جمله چیست؟ یعنی مراجعت به محکمه های طاغوتی میکنند، میخواهند که مراجعت به محکمه های طاغوتی بکنند. خودشان را مؤمن میگویند، میگویند که ما ایمان به قرآنی که به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد داریم، ما موحد هستیم میگویند، اما اراده میکنند، میخواهند که مشکلات خود، پرابلم های خود را مراجعت به محکمه های سودهای غیر الله و رسول بکنند و حل و فصل بکنند. مشکلی خود را به قرآن سنت نیو، به غیر قرآن و سنت، به محکمه های بشری، به محکمه های طاغوتی حکم میکنند. الله در اینجا طاغوت گفت، یعنی تمام محکمه هایی که، تمام حکم هایی که غیر حکم الله رسول باشد این طاغوت است. خواه حکم بشری باشد، خواه حکم حیوانی باشد، خواه حکم قومی باشد، خواه حکم یک نفری باشد، خواه حکم پادشاهی باشد، کسی نباشد، هر حکمی که غیر حکم الله رسول است الله در اینجا حکم طاغوت گفت دعوا میکنند که ما موحد هستیم، بعد از این میخواهند که مراجعت بکنند به محکمه های طاغوتی، ایتحکموا الی الطاغوت. و در دوامش میگوید ببینید و قد امروا ان یکفروا به، در حالتی که این بندگان امر شده بودند اگر مؤمن باشند، اگر موحد باشند، الله این موحدین و مؤمنین را امر کرده بود که شما به طاغوت کفر ورزید. کفر ورزیدن به طاغوت چخیل می شود؟ اعتقاد کنید که طاغوت باطل است، اعتقاد بکنید که طاغوت کافر است، طاغوت را تکفیر کنید، ترک کنید، دور شوید، دشنامش بدهید، در حالت قدرتمندی نابودش بکنید، در حالتی که قدرت ندارید از نزدش دور بشوید و هجرت بکنید. کفر به طاغوت همین یک چند چیز رو در بر میگیرد. و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اما شیطان میخواهد که اونها را گمراه بکند. پس از این آیت آشکار فهمیده می شود، آیت 60 سوره نساء. برادران و خواهران عزیز، این آیت را شما از قرآن کشایید، از یاد کنید، معنیش را خوب فهمید، از طالب علمان، از علمای اهل سنت و جماعت بپرسید، کاوی کنید، عمیق کنید، دقیق کنید و می فهمید که یک عده در هر یک زمانی هستند که خودشون را مؤمن و موحد میگویند، مسلمان میگویند، مبارز میگویند، لشکری الله و رسول میگویند، اما اراده حکم غیر الله میکنند، اما میخواهند که به حکم غیر الله محاکمه شود، اما مراجعت به سودهای غیر الله و رسول میکنند، اما مراجعت به محکمه های غیر شرعی، محکمه های بشری و دموکراتی و علمانی و سکولاریسم و ریبلاری میکنند، اما میخواهند که به حکم غیر الله حکم بکنند، در حالتی که الله امر کرده بود که کفر ورزید به حکم غیر الله، به محکمه های غیر الله، اونها را تکفیر بکنید. اینها نکردند، پس از همین جهت اینها کافر شدند و مرتد شدند به اراده. این آیت دلالت میکند که اراده کردن شرک، اراده کردن کفر، یعنی خواستن شرک، خواستن کفر، نیت کردن شرک، نیت کردن کفر، قصد شرک و کفر آدم را کافر مشرک میکند. آدم یک چیزی شرک را نکند، یک عملی شرک را نکند و هم تو همون را اراده کند، همون را خواهد، من همین کار را میکنم، من همین کار را قبول دارم، من همین کار را میکنم، گوید کافر میشود. پس باز چی میخواهید؟ اگر قرآن خواهید، قرآن به شما آشکار دلالت میکند که حکم کننده به حکم غیر الله مشرک است و مرتد است و کافر است. و در سوره مائده آیت 50 الله میگه افحکم الجاهلیت یبغون، ای مؤمنان، ای موحدان، ای مسلمان ها، آیا به حکم آیا شما
حکم جاهلیت را میخواهید و طلب دارید؟ آیا ابتغاء طلبی حکم جاهلیت را میخواهید؟ یعنی آیا شما میخواهید که بر بالای شما یک نظام باشد، یک حکومت باشد، یک محکمه باشد که به حکم غیر الله رسول حکم جاهلیت حکم میکند؟ ببینید، حکم غیر الله رسول را الله در اینجا حکم جاهلیت گفت. حکم جاهلیت این حکم طاغوت است. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. و کیست زیباتر از الله که حکم بکند برای قوم یوقنون، یعنی یقین داشتگان و با عقلان و با خردان. معنای این سخن الله همین است که بهترین، زیباترین، حاکمترین، کاملترین حکم این حکم الله است که همه را در جای خودش میگذارد، فساد را نابود میکند و زیبا و زندگی را زیبا و پاک میکند. از حکم الله دیده دیگر حکم پره کامل زیبای وجود ندارد. اما کسان بیایند و بگویند که در این زمان حکم زیباتر وجود دارد، عادلتر وجود دارد، حکم مردم سالاری، سبحان الله، یعنی حکم الله گویا که مردم سالار نیست، حکم غیر الله حکم مردم سالاری است. این حکم دموکراتی است، حکم مردم به مردم است، خواسته های مردم از خواسته های الله بلند است. بگوید این مرتد است و کافر است و مشرک است. هر کسانی که همین را دیده طرفداری میکنند، همون انسان را لشکرش میشوند، کوشش میکنند، قوتش میتن، اینها مرتدند. آشکار باشید و آگاه باشید. بارک الله فیکم. این آیت در سوره مائده آیتی 47 است. پس همچنین هر کسی که اطاعت حاکمی میکند که بغیر ما انزل الله و بغیر شریعت اسلام چی میکند؟ حکم میکند، همین اطاعت کننده هم حاکم 100% مشرک شد، مرتد شد. هر کسی که اطاعت همون حاکم میکند، هر کسی اطاعت کسی میکند که حکم بغیر الله میکند یا که اراده حکم غیر الله را دارد، همون را اطاعت میکند، این هم مشرک میشود. در الوهیت، توحید الوهیتش میشکند و شرک در الوهیتش به وجود میاد که این متعلق به افعال بنده است. بمانند این که الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 121 میگوید و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. و البته اگر شما اطاعتشان کردید، این مشرکان را، این حاکمان را که بغیر حکم الله حکم میکنند و غیر حکم الله را اراده دارند، اگر شما اینها را اطاعت بکنید، البته شما حتما مشرک میشوید. پس ای برادران، ای خواهران موحدم، اطاعت کردن به مشرکین، به حاکمان مشرکین، به محکمه های مشرکی اطاعت کردن و در مذهب و حزب دموکرات ها بودن، به مانند حزب هایی که امروز هم به وجود آمده است، حزب های دموکراتی، حزب های کمونیستی، حزب های گروهی 24 که امروز به نام حزب دموکراتی یا گروهی بگیم نهضت اسلامی، حزب نهضت اسلامی که این مرتد رئیسش آشکار میگوید که ما اسلام نمیخوایم، اسلامی ماده بود، مسلمان کافر همه برابر است، حزب ما حزب دموکراتی هست. هر کسی که همین پیشواش رو میبیند، میبیند که این فهمید و دانست که این رئیسش شرک را انجام داده ایستاد است، فهمید، حجت رسید، اما بعد از این باز پیروی همون را کرد، اراده کرد، این را تکفیر نکرد، خودش مرتد می شود. و از همین جهت شرک در حکم، ببینید شرک در الوهیت می شود. از همین جهت توحید الحاکمیت به توحید الوهیت داخل می شود. پس شما فهمیدید که توحید حاکمیت این یک مسئله بینهایت بزرگ است، گرچنده که توحید حاکمیت یک توحید مستقل نیست، توحید چهارم 100% گفته نمی شود، بلکه از درون توحید ربوبیت است، از درون توحید الوهیت و از درون توحید اسما و صفات است، خیلی که ما به شما به دلیل ها بیان نمودیم. اما از سبب این که امروز بسیار حزب های برآمده اند و میگویند که ما به دموکراتیا حکم میکنیم، دموکراتیا رو میخواهیم، حکم غیر الله رسولش رو تطبیق میکنیم، این باکی نیست، مشکلی ندارد گفتند. از همین جهت علما برآمدند و گفتند که نه، این سخن شما خطا است، ما یک نمود توحید داریم، توحید حاکمیت. بارک الله فیکم. یعنی سبب دومین سبب که علما به همین سبب توحید حاکمیت رو آشکار ذکر کردند و جدا کردند، این بسیار شدن شرک در همین حکم بود.
خصوصا در عصر ما، در عصر 20 و 21 تماما حکم الله و رسول را مشرکین و کفار، یهود و نصارا از بین امت اسلام نابود کرد. اگر یک دولت به نامش اسلامی باشد هم میبینی که حکم رجم را قبول ندارد، یا که جهاد را قبول ندارد، یا که یکی از نمودهای سبحان الله حکم الله را قبول ندارد. مشرک میخواهد که ما حکم الله، یعنی این یهود و نصارا و دشمنان اسلام، مشرکین میخواهد که ما حکم الله رسول را نداشته باشیم، نظام نداشته باشیم. سبحان الله. پس در حکم، در توحید حکم، توحید الحاکمیه، شرک، بگیم شرک حکم منتشر شد. شرک حکم بینید منتشر شد در این عصر و عصر گذشته، در این زمان. و بزرگترین شرک هم در همین زمان ما دو شرک است. یعنی بزرگترین شرکی که در بین امت اسلام این شرک امروز وجود دارد و منتشر شده است، دو شرک است. شرک در دعا. میبینی که تمام مسلمان ها غیر الله را دعا میکنند، مزار را دعا میکنند، تبرک از غیر الله، سبحان الله، تبرک های غیر مشروع میکنند، از غیر الله طلب منفعت و دفع مضرت میکنند. این شرک سخت منتشر شدگی هست. و این چنین دومین شرکی که منتشر شده است، این شرک حکم است. این شرک در حکم است که اصلا گویا که مسلمان ها یعنی نمیفهمند که این توحید است، توحید حکم است. گویا که فراموش کردند که باید به حکم الله حکم کنند. میبینی که همه پروا ندارد، حرکت میکند که به غیر حکم الله حکم میکند. پس این از منهج اهل سنت و الجماعت است که زمانی که یک نمود از نمودهای توحید اگر نابود شود، از بین مردم فراموش شود و گرفته شود و مردم این را، مسلمان ها فراموش کنند که همین چیز توحید وجود دارد، این را فراموش کنند، منهج اهل سنت و الجماعت همین است که این را علاهیده ذکر میکنند. اگر در یک نمود از نمود توحید شرک بسیار شود هم همون نمود توحید را علاهیده ذکر میکنند تا که مردم به یادشان بیاید که این توحید است، به یادشان بیاید که شرک کرده ایستادند و ترک کنند. به مانند ذکر کردن شرک دعوه، شرک الدعوه. بسیار کتاب های علما رو میبینید در قدیم و در حاضر میگن که توحید الدعوه، توحید الدعا، توحید در دعا، توحید در دعا نمودن و عبادت، یا که شرک در دعا گویان علاهیده ذکر میکنند. به خاطر اینکه شرک در دعا زیاد شده است، از همین خاطر توحید دعا را ذکر میکنند. یا که شرک الطاعه، شرک الطاعه، یا که توحید طاعت را بیان میکنند و شرک طاعت را بیان میکنند. وقتی که دیدن که شرک طاعت زیاد شد، توحید طاعت را ذکر کردند. وقتی که دیدن که شرک در محبت زیاد شد، انسان‌های غیر الله را زیاد دوست داشتند، علما آمدند توحید محبت را ذکر کردند. معنای این سخن این نیست که غیر از این دیگر نمود توحید وجود ندارد. توحید زیاد است، نمودهای توحید هزارها نمود توحید است. توحید در سجده، توحید در عبادت، بگویم در نماز، توحید در طواف، توحید در ذبح، توحید در نظر، توحید در محبت، توحید در خوف، توحید در استعانه، استغاثه و توحید در توکل. همه این نمود توحید است. توحید در حکم توحید است، توحید در دعا توحید است، توحید در اطاعت توحید است. اما وقتی که مردم یکی از این نمودی توحید را فراموش کردند، علما می آورند و علاهیده ذکر میکنند. توحید در دعا را گرفتند به خاطر اینکه مردم در دعا مشرک شد. امروز علما توحید الحاکمیه و توحید در حکم را علاهیده ذکر میکنند به خاطر اینکه مردم توحید حکم و توحید حاکمیت را فراموش کرد و شرک در حکم به وجود آمد و بسیار انسان ها مسلمان میگویند خودشان را و به حکم کردن حکم غیر الله را جایز میدانند. سبحان الله. و از همین جهت ما وقتی که به ابن تیمیه رحمه الله نظر میکنیم میبینیم که گفتند توحید السؤال، توحید الطلب، توحید التوکل، توحید الخالقیه و توحید المالکیه گویان این نمود توحید ها را ذکر کردند به خاطر اینکه در زمانشان همچنین در این نمود توحید ها مشکلی داشت. بارک الله فیکم. از همین جهت توحید الحاکمیه یا توحید حکم را علاهیده ذکر کردن به خاطر بینهایت مهم بودنش، به خاطر فراموش شدنش درست است و صحیح است و شرک حکم را بیان کردن علاهیده درست است و صحیح است. با همین این حلقه را به پایان رسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده باز سبب های علاهیده ذکر شدن توحید
حاکمیت رو ذکر خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.